اکا و دادری را فراموش نکنید، اپا و خواهری را فراموش نکنید. و مردان، پسران همه وقت بعد سر پدر و مادر از حال و احوال اپای خواهران خود باخبر شوید، چون که آنها زن هستند، اونا مادر هستند. بسیار برادران خود را دوست می‌دارند. اونا هیچ چیز زیاد طلب نمی‌کنند. یک مراتبه در شکشاده در آمدن برای همون بس است. دیگر هیچ چیز زیادتی طلب ندارند. از 100 سوزنداروی طبیب یک مراتبه به خانه اپا و خواهر در آمدن برادر هزارها بهتر است. دنیای شد است که مردم عزت و احترام مردم، دوست داشتن انسان به نهایت از بین رفته ایستاده است. ما پیش از همه من این سخنان را برای آنچه برادر، خواهر، اپا، آیله، پدر، مادر و در مجموع جامعه باید نسبت به یکدیگر